من حسن سعیدی هستم، راهبر شرکت سیاحی پر پرواز هما. از ایران به ولایت زیبای ختلان اومدم. من از سال گذشته در ولایت زیبای ختلان و شهر بی‌نظیر کولاب سفر کردم و جای این ولایت بی‌نظیر رو از نزدیک دیدم. از ناحیه جلال الدین بلخی، تیمور ملک، عجین تپه، خود شهر کولاب و آرامگاه میر سید علی همدانی و همینطور مومن آباد و 40 دختران زیبا و بی‌نظیر. به نظر من یکی از ولایت‌هایی که در آینده رشد بی‌نظیر در صنعت گردشگری خواهد داشت و گردشگران مختلفی رو از اقصا نقاط دنیا و حتی خود تاجیکستان جذب خواهد کرد ولایت ختلان خواهد بود. بریم ما تورهای مختلف اکوتوریسم، تورهای مختلف اینجا پتانسیلش رو داره. اگه بخوایم در مورد اکوتوریسم صحبت کنیم باید بریم سراغ کوههای افسانه‌ای 40 دختران. اگر بخوایم در رابطه با تورهای تاریخی بخوایم صحبت کنیم، اقصا نقاط اینجا و مخصوصا عجین تپه با بودای خوابیده. اگر بخوایم در رابطه فرهنگ و هنر و شعر صحبت کنیم، ناحیه جلال الدین بلخی و خانه رمزی مولانا. اگر بخوایم در مورد رشادت‌های تاریخی صحبت کنیم، تیمور ملک، اون رشید بزرگ که میهن پرستی رو به همه ما آموخت. اگر بخوایم زیارتی و عرفان صحبت کنیم باید بگیم در خود کولاب و میر سید علی همدانی یه پکیج کامل از صنعت گردشگری، از جاذبه‌های مختلف صنعت گردشگری در ولایت ختلان جمع شده. این ما آژانس‌های گردشگری و کسانی که مسئول و دستاندرکار هستند در صنعت گردشگری هستیم که باید اینها رو به صورت یک پکیج کامل و بی‌نظیر ارائه کنیم به گردشگران. من به عنوان بازدید کننده اینجا هستم و به عنوان یک سخنران اینجا هستم از ایران و شرکت خودم در دوشنبه فعال هستیم با شرکت سومون تراول همکاری می‌کنیم. من الان که داشتم در اون سمت در قسمت غرفه‌های صنایع دستی می‌گذشتم، واقعا زیبایی صنایع دستی و هنر زنان و مردان این سرزمین رو از نزدیک دیدم. واقعا همه مورد پسند من بود. همه مواردی که شما گفتین جزو بهترین ها بود. باعث افتخار و سرفرازی ما زنان و بانوان هنرمند چکندوز است که با تشبث پیشوای معظم ملت چکند در فهرست فرهنگی غیرمادی یونسکو پذیرفته شد و مقام جهانی گرفت. این غمخواری محترم جناب عالی بود که روحیه ما هنرمندان چکندوز را الهام تازه بخشید و ما هنرمندان کوشش می‌نماییم چکند را در سطح بلند در داخل و خارج کشور معرفی نماییم. در شرکت چکن ما زیاده از 200 نفر چیوران چیردست کولابی متحد شده تا این جانب کار و فعالیت دارد. ما در این چاره‌بینی امروزه 100 نمود چکن‌های زیبای رنگارنگ آورده ایم که از این لحاظ تاقی‌های مردانه، تاقی‌های زنانه، کورته‌های چکن، کورته‌های دخترانه و کودکانه، کورپچه های عروسی و مرز تماشابین نمایش داده ایستاده‌ایم. سبد بافی که یکی از هنرهای قدیمی گذشتگان ما است، امروزها با مرور زمان در آمیختگی با جهان معاصر از نو احیا گردید و توانستیم که آن را با طرح نو و زمانوی آماده ساخته به سیاحان و مهمانان کشور معرفی کرده باشیم. البته که پیشتر همین سبدها در شکل‌های گوناگون از ابتدا آماده کرده میشدند و این بود که امروزها باشد آن رو ما خصوصا برای دسترس کردن به سیاحان کشور عموما به مهمانان در شکل‌های خردتر و زمانوی آماده کرده ایستادیم. هنرهای ملی ما همه هنرهایی هستند که باعث دقت تمام مردم جهان است
و خصوصا چکندوزی و انامین سبد بافی تیار کردن ارمغان ها با آمیختگی در چکن و ادرس ملی تاجیکانه ما آنها را آمیخته کرده تیار میکنیم و البته ارمغان ها محصولاتی است که تمامی مهمانان با خود برده میتوانند و دسترسی همگان است. در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت در ولایت ختلان فروم بین المللی سیاحی ختلان قلب گرم سیاحی برگزار گردیده ایستاده است. فروم امروزه برای رشد امکانات‌های سیاحی ولایت ختلان جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی سرچشمه خوب می شود. برای در اینجا نه تنها فروم و نمایشگاه بین المللی همین از جانب نمایندگان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان تشکیل کرده شده است که در اینجا از کارخانه‌های خرد صنعتی تا شرکت‌های سیاحی و حتی هنرمندان هم اشتراک کرده ایستادند.